سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدیم به چنل من. امروز یه سفر یه روزه اومدیم به منطقه کاتسوولد که یکی از زیباترین روستاها توی انگلیسه. اینجا یکی از خوشگل‌ترین روستاهای انگلیسه که بهش میگن ونیز انگلستان، چون یه رودخونه باریک و آروم درست از وسط روستا رد میشه و چند تا پل سنگی خیلی قشنگ داره. خلاصه بگم منظرش از اوناییه که باید دید. وقتایی هم که هوا خوبه مثل امروز خیلی توی رودخونه راه میرن. منطقه کاتسوولز یه ناحیه روستایی بزرگ و فوق‌العاده خوشگل تو جنوب غربی انگلستانه که از چندین شهرک روستایی و تاریخی تشکیل شده. ما امروز 3 تا از معروف‌ترین روستاهاشو قراره ببینیم که اولیش همینجاست. این روستا قدمتش میرسه به دوران ساکسون ها، یعنی حدود 1000 سال پیش، و اولین بار توی اسناد تاریخی 1086 میلادی اسمش اومده، یعنی یه جای حسابی اصیل و قدیمیه. جالبه بدونی بورتن چند بار تو لیست زیباترین روستاهای بریتانیا اومد و سالانه حدود 300,000 نفر فقط از این منطقه بازدید میکنن. اینجا کلی مغازه کوچیک و کافه دنج و بستنی فروشی بامزه داره و بعضی از مغازه‌هاش هستن که از دهه 1930 هنوز فعالن. خیلی از فیلم و سریال‌های تاریخی هم توی این روستا فیلم برداری شده، چون واقعا انگار زمان اینجا وایساده. بچه الان اومدیم یه 2 تا کافه گرفتیم، یه خورده جون بگیریم، یه شیرینی هم گرفتیم که 2 تا آیس کافی و یه دونه شیرینی شد 15 پوند. قیمتا رو میگم که شما بدونین دیگه. بعد اینکه این روستا رو گشتیم، الان داریم میریم سوار ماشین شیم بریم روستا بعدی که یه رو 10 دقیقه راه با ماشین. بچه‌ها تا روستا بعدی 4.4 مایل 12 دقیقه. روستای دوم یکی از فوق‌العاده ترین روستاها توی منطقه کاتسوولزه، یه روستای قدیمی به اسم استو آن د وولد. این روستا بالاتر از بقیه روستای اطراف و یه جورایی روی تپه است. وقتی میری توش حس میکنی برگشتی به چند قرن پیش. کوچه های سنگی، مغازه های کوچیک قدیمی، کافه ها و کتاب فروشی سنتی و دنج، همه چی بوی تاریخ میده.
این همون در شمالی کلیسای سنت ادوارده که 2 درخت وحشی قدیمی قابش کردن. انگار از یه کتاب فانتزی اومده. میگن شاید خیلی شبیه دروازه‌ها توی ارباب حلقه‌ها باشه، ولی اصلا جای اثبات نشده. این در از بلوط قرن 13 ساخته شد و تنه 2 درخت 1000 ساله که دورش پیچیدن مثل یه قاب طبیعی عمل کرده. از سال 1107 هر پنجشنبه بازار توی همین میدون مرکزی برگزار میشه، یعنی بیش از 900 سال تاریخ. مسیرهای باریک و پیچ در پیچ کنار میدون ساخته شده بودن تا چوپانا وقتی گوسفندا رو می آوردن بتونن تعدادشون رو راحت بشمارن. توی این روستا هنوز کافه ها، مغازه‌های عتیقه فروشی و بوتیک‌های کوچیک که فروش صنایع دستی و هنری محلی دارن هنوز مثل سابق دارن کار میکنن. این هم دستگاهیه که زمانه قدیم اگه کسی دزدی میکرد یا خلاف میکرد یا هر کار غیر قانونی که انجام میداد میآوردنش وسط این میدون و اینجا مجازاتش میکردن. بچه‌ها مقصد بعدیمون برادوی تاوره که داریم میریم الان اونجا، هولوش 10 مایل هم فاصله شه. وسط تپه های این روستا یه قلعه کوچیک وایساده به اسم برادوی تاور. شاید کوچیک باشه ولی منظرش شاهکاره. از بالا میتونی تا 16 تا شهر رو یه جا ببینی. این قلعه رو اواخر قرن 18 ساختن، نه برای جنگ، فقط واسه خوشگلی. حتی یه مدتی شده بود پاتوق هنرمندای معروف مثل ویلیام موریس. پایینش هم یه پناهگاه مخفی هسته‌ای بوده واسه زمان جنگ سرد. اینجا یعنی هنر، تاریخ، طبیعت همش یه جا جمع شده. اگه اومدی کاتسولد اینجا نیومدی نصفش از دست دادی. امیدوارم از این ولاگ لذت برده باشین. اگه خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ولاگ بعدی، فعلا.